بچه ماشینم آتیش کردم اومدم بیرون برم یه دور تو خیابونا فر بخوریم گازوگوز کنیم و اشغال کنیم. بچه خوبین؟ بچه خیلی حال میده اصلا اشغال قشنگ عجب حال میده. ای ریدیم که بچه یه هم رفتیم ماشین اومدیم ریدیم زدیم به دیوار. اشکال نداره میریم درستش میکنیم. عجب حالی میده اومدم ترکیه. خوب بچه چرا رئیس زنگ؟ سلام رئیس خوبی؟ آره فرامین تو چی؟ منم خوبم رئیس. چی شده؟ چی؟ برم بانک بزنم؟ آقا رئیس ما سیزمون به بانک میخوره. برو بابا. چی؟ 2 میلیارد؟ چشم رئیس حله باشه 2 میلیارد رو بده اصلا من میرم. چه پولی پشمو بچه. باشه کجا باید برم؟ آها دست در باید برم اینجا یه دونه چیز کنم دریل بدزدم بعدش برم دیگه. چشم رئیس حله دست در نکنه. خداحافظ. پشمام بچه رئیس اینجایی که اگه ببینین اینجا رو مارک کرد برامون گفت برین اینجا یه دریل بدوز بعد برو بانک بزن. منم پشمام. برین دیگه چیکار کنیم؟ اصلا بچه من اومده بودم دور کنم یهویی رئیس اصلا شوک به ما داد به خدا. بریم دیگه مجبوری. پول لازم نداشتن عمرن این کارو میکرد. بانک مرکزی هم انقدر که دوربین بانک مرکزی که نیم بانک انقدرم که دوربین داره که اصلا آدم به خاطر ازش دزدی کنه یه جوری غیر ممکنه ولی برای داشارما هیچ غیر ممکن نیست. بریم دیگه. رئیس گفت اینجا یه حالت دره چیز داره فکر کن اینجاست. گفت برات اینجاست اوکیه. همونجاست اونجا باید برم فکر کنم. بودیم $8. رئیس اینقدر پولو زد گفت اونو بخر بیا ما هم بخریمش دیگه. اوکی شد. بودو دیر شد. بشین دیگه اینقدر فرانکلین که خره. بریم دیگه مجبوریم دیگه. بیا بیرون. بچه اینا رو مارک کرد گفت هر جایی دوست داری برو بدوز ولی نظر شخصی خودم همین جاییه که بهتون نشون میدم اینجا هم بهتره. همینجا مارک کنیم و دیگه بریم دیگه بریم دیگه. ای بچه هول کردم اصلا. رئیس موقع به ما زنگ زده گفته برو بانک بذار. خب ما بانک رو کجای دلمون بذاریم دیگه مجبوریم دیگه. فلانگلی نزنی به جایی. فلانگلی خوب شد بهت گفتیم نزنی به جایی. ریدی اونجایی که جای پول است فکر کنم. آره اینجاست دیگه. بریزیم. خب یه گام برداریم. کدوم بهتره؟ فکر کنم این نمیدونم والا. با همین خوبه؟ نه این خوب که نیست. این خیلی خوبه. 1 2 3 تستم کنیم. بریزیم. این سرقت مسلحانه. دستتون رو بزنید زمین. بودو دوربینا رو بزنیم. الان پلیسا میریزن یا ابوالفضل. بودو الان پلیسا میریزن یا ابوالفضل. فکر کنم همه اینا رو باید بزنیم. بودو پلیسا ریختن یا ابوالفضل الان میریزن. کجا رو؟ اینجا فکر کنم یه جا دیگه میگه دوربین باید بزنیم. نمیدونم به خدا. یا ابوالفضل کجا رو باید بزنم؟ اون نه بابا اینم فکر کنم تو اینجاست. نمیدونم فکر کنم اینجاست. اینها بودو اینم بزنیم و خب درست شد. بودو ببریم بزنیم. بودو فرنگ واسه کلتو میکنه. درست کن. فیزیک جی تی ایویه دیگه. اینم که دریلم جاساس کردی. بودو بریم بیرون کسی نیاد. بودو اینم تیر بزنیم. تام بمیر دیگه. پر رو اونجا کشیک بدیم یکم. الان پلیسا بیان بدبخت میشیم ما. بدبخت پلیسا بیان میگیرن میبرنمون زنده. این دوربینم بودو بزنیم و خشاب عوض کن. قاطی کردم انقدر هلکه کردم. بودو خب این لباس میان بانک بزنن یا بودو بزن.
بدو 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 بمیر دیگه. جون بخورین شلیک میکنم ها. دیوونه مگه نمیگم جون بخورین شلیک میکنم. بمیر بابا بمیر. دیوونه نمیگم جون بخورین شلیک میکنین بازم جون میخوره. فکر کنم کار دریل تموم شد. نمیدونم بچه. نه فکر کنم هنوز مونده. فکر کنم این آبیه تموم شه بعدنه. نمیدونم. بدو 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 بدو. آهان بدو دستگاه رو جمع کن. بدو آفرین درم وا کن. بدو بریم تو. بدو پشمام چقدر پول. شمشه طلا بدو چقدر پول بچه ها. من به خدا پشمام ریخته به خدا. بدو فرانک جمع کن. اصلا من تا حالا تو عمرم اینقدر شمشه طلا تو جی تی ای وی نزدیک ندیدم. بدو جمع کن همینجوری بریز اصلا رحمم نکن. بدو همه رو جمع کن و آفرین فقط بزن به چاکا. فقط الان بزن به چاکا. الان پلیسا میان جرمون میدن. بزن فقط به چاکا. بدو یه گانم بکش پلیسا نیان. بدو دستتون در نکن. دزدی خیلی خوبی بود. بدو الان پلیسا میان. بدو صبر ماشین شد دیگه فرانکلین خر. بدو جالی میکنم بابا اسکل. بدو صدا هم کم کنین. بدو یا ابوالفضل برو بابا بریم به درک بابا اسکلا. راه هم بستن دیوونه. زدیم فکر کنم خراب کردم. هیچ اشکالی نداره. این پلیس چی میگه دیگه. چی میگه پشت سرمون. بیا برو بابا لای میکشیم اصلا اشغاله بابا. خلنا بابا چه میزنی ای داره کیونمون بابا. اینجا چرا می فرانکلین چه خری تو بابا. الان میزنه میکشنتمون. یا ابوالفضل برو بابا. بیا برو بابا. اینم خولم بابا. پلیس نمانه بابا. یا ابوالفضل خدا لعنتتون کنه انداختین دنبال من دیگه. خواهد چی فکر کنی. کار خلاف کرده انداختن دنبالت دیگه. بدو نمیدونم بچه ها کجا برم والا. جنگ چیز نیست. اسمش چیه. خاکی ماکی نیست. اگه خاکی بود مینداختم تو خاکی رو میزدم. بدو این پلیسا دیگه چی میگن. پلیسا آشغال دیگه چی میگن. بیا برو کنار بابا. پلیس پیچوندن و عشق کردی. اینقدرم بچه واقعا ببخش خیلی لگ میزنه. من چون که دارم رکوردم میکنم خیلی لگ میزنه. بدو چاله میکنم. ای بابا اینجا کجا برم. فکر کنم اینجاها برم خیلی به نفعمه. بزن بریم اینجا. اینجاست خاکی دیگه. بدو بریم. بدو ای بابا این درخت دیگه. این وسط چی میگه. ای بابا این درخت دیگه چی میگه. ای بابا آخه این موقع هی ما میریم تو دیگه. ماشینمونم که اصلا ریده شد توش. ای بابا هلیکوپتر رو ره جام که همش پلیسا پلیس پیچیدوندن و عشق کردین. بریم. نمیدونم بچه این رئیس ما این اینقدر میخواد بهمون 2 میلیارد بده. من که بعید میدونم اینقدر رئیس دروغ میگه که. بدو بزن. بدو اصلا همینو بریم. بدو همینو بزن اصلا بریم. ریدیم که تو رو خدا نرو تو.
تو باقالیا بودو همینو برو بالا. فرانکلین جونم مت برو همینو بالا. دمت گرم. بودو همینو برو بالا. این هلیکوپتر دیگه چی میگی آخش؟ از اون موضوع خیلی وقت میگذره و فرانکلین خیلی پولدار شده. ممنون میشم که اگه از این ویدیو خوشتون اومد و از سبک کانال من خوشتون اومد همین الان کانال منو لایک کنین، کانال منو سابسکرایب کنین. منظورم این ویدیو لایک کنین، کانال منم سابسکرایب کنین، زنگوله کنار سابسکرایب فعال کنین تا من هر وقت ویدیو جدید گذاشتم نوتیفیکیشنش براتون ارسال شه. بتونین این ویدیو ببینید. دستتون درد نکنه. فعلا خدافظ.